نیکی اومده با یه تینوات دیگه اومده. سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اول این ویدیو یه چیزی بگم که خسته نباشید به همه کسایی که کنکور دادن و کسایی هم که قرار کنکور بدن. میدونم که خیلی دوران پر استرسیه، به خاطر اینکه حتی اگه کنکور نداشته باشینم امتحانات ترم دوم نزدیکه. بچه‌های دانشجو باید کاراشون رو تحویل بدن، اونا هم امتحان دارن، مدرسه یا و خلاصه خیلی دوران پر استرسیه. برخلاف اینکه طبیعت داره خیلی میره تو فاز اینکه خب دیگه الان هوا آفتابیه، همه جا داره شکوفه میزنه و خیلی خوشگله، همه جا یه حالتیه که انگار آدم قراره کاراشو انجام بده، به آرامش برسه و واقعا هم اینطوری میشه. یعنی با اینکه ما این همه کار داریم، به نظرم همین که هوا با همون راه میاد و همه جا خوشگله خودش کلی از سختی این کارو کم میکنه و مثلا هممون انگیزه میگیریم برای تابستون که قرار مثلا استراحت بکنیم و یه فصل خیلی خوشگل بیاد با کلی کارهای باحال. من خودم خیلی منتظره مثلا بهار و تابستونم همیشه، چون میدونم مثلا هر سال توی این موقع سال یه جورایی وقت برداشته، میدونین همیشه بهش اینطوری نگاه کردم و دلیلش هم اینه که حتی توی ورزش و مثلا باشگاه رفتن یا حتی ورزش‌های قهرمانی همیشه پاییز و زمستون اون فصلیه که مثلا ورزشکارا میرن بدنسازی، بعد مثلا خیلی عضله سازی میکنن، حتی وزن میارن و تو فصل بهار و تابستون اون فصلیه که باید مسابقه بدن و نتیجه کارشون رو ببینن. یه جورایی اگه تو پاییز و زمستون ساختی، اگه نساختی تو بهار و تابستون بیچاره میشی، چون مثلا باید حالا نمیخوام مثلا استرس بدم ولی مثلا برای من خیلی اینجوریه که اوکی هر چقدرم در پاییز و زمستون خیلی از کارا آروم پیش میره، همه چی خوابه، خیلی داره استراحت میکنه، دیگه بعدش قراره که یه ذره به جنب و جوش در بیاد، روزا طولانی تره و شاید باورتون نشه بچه اینجا الان هوا ساعت 9 عصر تاریک میشه. خیلی باحاله، یعنی الان قشنگ بیرون هوا روشنه و ساعت مثلا 7:30 شبه. خیلی باحاله. اصلا من فکرش هم نمی‌کردم انقدر زود این اتفاق بیفته. فکر می‌کردم مثلا باید تا تابستون صبر بکنم تا روزا طولانی بشه. خلاصه که داستان از این قراره. من خودم الان دوباره چند روز مریض شدم، میدونم واقعا شورشو بدنم در آورده، ولی حس می‌کنم به خاطر اینکه داره سعی می‌کنه با آب و هوای جدید، شهر جدید مثلا آداپته شه، یه ذره هی به هم میریزه بدنم. ولی این مریضی خیلی بهتر از مریضی قبلیایی که گرفتم و خودم از لحاظ ذهنی دارم بهتر کنترلش میکنم و همش اینطوری هم که اشکال نداره، به بدنت برس. و به نظرم مهمترین بخش توی این که وقتی یه چیزی میشه اینه که به خودمون یادآوری کنیم آقا روز خوب میرسه، آقا این مریضی تموم میشه، اصلا یادت نمیاد چه اتفاقی افتاد و همیشه به خودم یادآوری کنیم که روز خوب میرسه. چون که یادمه من مثلا با ورزش بخوام براتون مثال بزنم، مچ پام آسیب دید و مثلا یه ماه نمیتونستم ورزش کنم یا بدوم و اینا. بعد هی مثلا تو خونه به خودم یادآوری میکردم که آقا این آسیبه تموم میشه و تو دوباره میری سر تمرین و میتونی بدوی. و همش آدم باید به خودش یادآوری کنه. این چیزیه که توی هر قرن برای همه آدم اولا اتفاق میفته. یعنی نگرانی نباشین که قرار از بقیه جا بمونین، چون بقیه هم یه چیزیشون میشه. حالا ممکنه برای شما الان اتفاق بیفته، برای یکی 2 ماه دیگه، و هیچ وقت این احساسو نداشته باشین که شما قرار از بقیه جا بمونین. بالا پایینی ها برای همه است و مهم اینه که بعدش آدم برگرده واقعا رو پای خودش. دیگه چی دیگه؟ از این ورم یه ذره راجع به تینوات بگم که چرا مثلا هر روز نذاشتم و از این داستانا. دلیل اولش این بود که من فکر می‌کردم بدون ادیت میشه کلا این ویدیو رو گذاشت و اونقدر ازم وقتی نگیره، ولی یه ذره وقت میگیره. واقعیت اینه که مثلا هر ویدیو تینوات بازم 3-4 ساعت وقت میگیره. حالا هم مثلا قبلش باید بشینم راجع ویدیو فکر کنم، هم بعد ژورنالمو بنویسم، هم میخوام ویدیو رو بگیرم، هم بعد ادیتش بکنم. نمیخوام بگم نمیخوام این وقت رو بذارم، ولی دوست دارم بیشتر یه چیزی داشته باشم برای ارائه. و اگر که مثلا یهو احساس کنم آره الان هر روز دلم میخواد میام اینجا، یعنی اینجا جاییه که دلم میخواد راحت باشم، همونجوری که تو ژورنالم واقعا راحتم و هیچ قانونی وجود نداره. این چنلم دوست ندارم خیلی براش قانونی وجود داشته باشه. دلم میخواد جایی باشه که بهم استرس نده و احساس کردم داره بهم استرس میده. بخاطر اینجوریام که چیل به اندازه کافی مثلا من کار دارم که
بخواد اینا مثلا برام یه استرس اونجوری بشه. اینجا جایی که دلم میخواد واقعا خودمونی و راحت باشیم. ولی خب الان یه چند روز خیلی اینجوریام که وای دلم میخواد حرف بزنم، دلم میخواد یه چیزی بگم و احساس میکنم که موقعش بود دوباره شروع کنم. یعنی شاید دیدین دوباره هر روز اومدم و شاید حتی کوتاه‌تر بیام، یعنی مثلا 2-3 دقیقه بیام ولی بیام. میدونین چی میگم؟ چون احساس کنم آپدیت روزانه خیلی چیز بامزه و باحالیه و خیلی کمک میکنه به خودم. حتی یه چیز خیلی جالب که راجع به خودم فهمیدم اینه که هرچی شلوغ‌تر روزام خیلی بهتر و مفیدتر ازش استفاده میکنم. یعنی اگه یه روزی پر از کار باشه، کلاس داشته باشم و فلان جا برم، اینجا برم، اونجا برم و خودم از صبح مجبور کنم مثلا همه کار رو انجام بدم، انگار بعد از اینکه دوتاشو انجام میدی یا یکیشو مثلا تیک میزنی شروع میکنی کاراتو انجام دادن، هی باعث میشه که کار بعدی رو انجام بدی. و من از وقتی اومدم اینجا یه نکته خیلی جالب و اینم مثلا مشاورم بهم گفت که آدم بعد از اینکه از مدرسه میاد بیرون و یه برنامه مشخصی داره زندگیش، یعنی شما وقتی مدرسه میرین میدونین که باید صبح زود بلند شین، مثلا برین مدرسه تا مثلا ظهر اینجایین، بعدش حالا میتونین هر کاری میخواین بکنین و کارهای مدرسه و اینا بالاخره یه نظمی میده به زندگی آدم. بعدش هم که دانشگاه میرین تا یه حدی یه نظمی داره زندگیتون، ولی بازم یه دور آدم به هم میریزه به خاطر اینکه خودش باید بچینه برنامه هر رو. خیلی از دانشجوها مثلا سختشونه و طول میکشه تا دوباره آدم اون نظم زندگیشو به دست بیاره. بعد از اینکه از دانشگاه میای بیرون، اگه مثلا سر کار نرین یا دست خودتون باشه، آدم دوباره خیلی به هم میریزه، چون نظم زندگی از بین میره یه جورایی و خودتون میشین مسئول این که برای خودتون روتین درست کنین، کار درست کنین. و الان خیلی قدر برنامه داشتن رو میدونم، چون با شلوغی که من حتی تو دانشگاه داشتم، یعنی مثلا من 4 روز 5 روز در هفته میرفتم دانشگاه و همه وقتم میرفت، ولی بازم من هم ویدیو میگرفتم، هم ویدیو میذاشتم، هم کلاس زبان داشتم، هم ژیمناستیک میرفتم، هم با خانواده وقت میگذروندم، هم با دوستان بیرون میرفتم، هم مثلا با دوست پسرم وقت میگذروندم. یعنی میخوام بگم که خیلی کار انجام میدادم و الان مثلا اومدم اینجا دانشگاه نمیرم، کلاس زبان نمیرم، البته کلاس زبان رو دوباره شروع کردم و مثلا این همه چیزی، ولی مثلا به خیلی از کارام هم نمیرسم. بعد میبینم که خب مثلا من چرا پروداکتیو بودنم یا مفید بودنم در طول روز کم شده. و این خیلی برای خودم هم جالب بود که چقدر این برنامه کمک میکنه که مفید استفاده کنه آدم از روزش. حتی اگه شده 1 ساعت، اگه بین جایی وقت پیدا میکنی اونو مفید استفاده بکنی. و همه اینا به کنار، من یه مشکلی با سوشال میدیا پیدا کردم و احساس میکنم که این سوشال میدیا لامصب نمیذاره آدم به برنامه‌اش برسه و کلا فهمیدم خیلی به آدم استرس میده و دیگه نمیذاره آدم لذت کارهای کوچیکو حس بکنه. به طور مثال نشون چند وقت پیش مامانم میگفتم که آقا من بچه که بودم به ذوق مثلا فلان کتاب میومدم از مدرسه خونه بشینم فلان کتاب مثلا هری پاتر بخونم یا فلان کتاب بخونم، یا ذوق داشتن یه سری کارا برای آدم، یا مثلا ساز زدن، بشینم ساز بزنم، بشینم این کارو کنم یا فلان بازی رو بکنم. ولی همه اینا تبدیل شده به اینکه بیام کز بکنم گوشیمو بگیرم دستم. یعنی دیدین آدم خسته است از یه جا، مثلا همش اینجوری که خب باشگاه تمام شه بعد میای خونه گوشیتو میگیری دستت، مثلا رفتی یه جا کلاس بعد بیای بشینی خونه گوشیتو بگیری دستت. یعنی این تایم بینه همش داره با گوشی پر میشه و چقدر از این احساس خلاقیت، از اینکه ما بریم دنبال اینکه یه چیزی یاد بگیریم کم کرده و چقدر به خودمون استرس میده. یعنی همش داریم بقیه آدما رو میبینیم که یه سری کار دارن انجام میدن و ما خودمون داریم اون کارا رو انجام نمیدیم و همش حالمون رو داره بد میکنه یک سره و خیلی معتاد میشه آدم بهش، خیلی بهش معتاد میشه. خیلی دوست دارم سعی بکنم که استفادهم از کلا فضای مجازی به غیر از سوشال میدیا، حتی بیش از حد مثلا سرچ کردن، نمیدونم هم سرچ کردن خوبه، هم به نظرم یه ذره انتخاب آدمو خیلی متفاوت میکنه. شما همیشه، یعنی من داشتم این فکر می‌کردم که من همیشه انتخابام بر اساس اینه که اینترنت به من چی میگه. هیچ وقت من نیکی نمیرم جستجوگر باشم بگردم تو شهر مثلا فلان کافه رو پیدا کنم خودم با علاقه خودم برم توش. همیشه ریویوشو میخونم، مثلا تو گوگل نگاش میکنم. میدونین چرا آدم خودش تجربه نکنه؟ چرا آدم خودش آزمون و خطا نکنه؟ مثلا واسه لوازم آرایشی همیشه دارن فلان اینفلوئنسر رو به ما میگن اینو بزنید، مثلا من خودم میگم آقا این خوب استفاده، نمیگم این بده ها، ولی دارم میگم خیلی هم بخش قشنگه که ما خودمونم جرأت انتخاب داشته باشیم و بتونیم انتخابای درست بکنیم، بتونیم تجربه بکنیم، بتونیم اشتباه بکنیم.
حالا من چون خودم کمالگرایی دارم خیلی اینم خب بیشتره دیگه، یعنی هی بیشتر دلم میخواد اون انتخابم 100 درست باشه، به خاطر همین هی سرچ میکنم، اینو میگردم حتما درست باشه، یا اصلا لزومی نداره حتما درست باشه. و واقعا فکر میکنم خیلیش برمیگرده به اینکه خب یاد بگیریم ریسک بکنیم، یاد بگیریم انتخاب بکنیم، یاد بگیریم سلیقه خودمون رو داشته باشیم. چقدر کم شده سلیقه داشتن. مثلا دیدین آدما بعضیا سبک خودشونو دارن، یعنی مثلا میبینیشون طرف میدونه آقا چه نوع فیلمی دوست داره، چه نوع موزیکی دوست داره، چه مدل آرتی دوست داره، چه مدل غذایی دوست داره. یه آدم یه سبکی داره برا خودش، خونش میری یه مدل خاصیه. ولی احساس میکنم اینم خیلی کم شده توی مثلا هرچی داره سن بچه ها کمتر میشه، این سبک شخصی هم داره کمتر میشه، چون ماها کمتر برای خودمون تصمیم گرفتیم، کمتر خودمون رفتیم دنبال این که ببینیم واقعا چی دوست داریم، چیزای مختلف رو امتحان کنیم. هی تحت تاثیر بقیه یا تحت تاثیر سوشال میدیا تصمیم گرفتیم که آهان این خوبه، آهان این بده، آهان این کارو بکن، این کارو نکن. و به نظرم خیلی خلاقیت کم شده، خیلی جستجوگری کم شده. خلاصه که من خیلی از وقتی که اینو فهمیدم و از وقتی اومدم اینجا و سرعت زندگی رو دیدم، خیلی 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 احساس نیاز کردم به اینکه جدای از زندگی مجازی برای خودم یه سری کار درست کنم، برای خودم یه سری برنامه درست کنم که هیچ ربطی به دنیای مجازی نداشته باشه و واقعا برم جستجو کنم ببینم چی دوست دارم. مثلا خیلی دلم میخواد برم کلاس ورزش گروهی با بقیه آدما تعامل کنم. خیلی دلم میخواد برم کارهای جدید هنری یاد بگیرم. مثلا چه میدونم، حالا مثلا تو ایران مثلا میخوام مثلا گلدوزیه، میدونین چی میگه، مثلا خیاطی، آشپزی، یه کلاس اینطوری با حال فیزیکی فعالیتی یه هنری مثلا آدم یاد بگیره، یا اصلا کلاس نقاشی، کلاس طراحی، کلاس سفالگری، کلاس مجسمه سازی، یه کلاس اینطوری. یا اصلا خود آدم میتونه تو خونه شروع بکنه، مثلا طراحی کردن چیزی نداره و این بشه اون چیزی که آدم ذوقش رو داشته باشه، نه اینکه به زور بشینه پاشه. مثلا شروع کنی انجامش بدی و ذوق اینو داشته باشی که وای الان میخوام مثلا برم بشینم گوشه اتاقم طراحی کنم. احساس کنم این خیلی از بین رفته. الان میخوام برم بشینم فلانجا کتاب داستان بخونم. حداقل برای من خیلی از بین رفته و احساس میکنم ذوقشو ندارم، همش تمرکزه میپره، خیلی تمرکزه کم شده. خلاصه که دخترتون برنامه ریخته برای اینکه هم چیزی یاد بگیره، هم کارهای جدید بکنه و در همین راستا فعلا کلاس زبانم شروع کردم. و آقا منظورم از برنامه همینه، همین که من یه دونه کلاس زبان تایم مشخص دارم و یه برنامه مشاوره برای تایم مشخصم دارم یه ذره هفته‌مو منظم تر کرده و الان دلم میخواد هی آروم آروم بهش چیزی اضافه کنم. مثلا بدونم شنبه ها روز فلانه، یه شنبه ها روز فلانه، دوشنبه ها فلانه. حالا برنامه دقیقش رو چیدم میام باهاتون حتما به اشتراک میذارم. آره دیگه، مرسی از اینکه این قسمت از تینبات رو دیدین و بازم خسته نباشید میگم به همه کنکوریا. میدونم که کلی زحمت کشیدین و این یه قسمت هم میخواستم بهتون بگم بچه، کنکور خیلی چیزه، میدونم استرس و بزرگ و برای خیلی از آدم ها واقعا تو زندگیشون میتونه تاثیرگذار باشه و مسیر زندگی آدم ها رو عوض کنه. ولی واقعا قرار نیستش که شخصیت شما رو خوب و بدیشو ارزشیابی بکنه و این قرار نیستش که یه دونه آزمون 4 ساعته همیشه به خودتون بگین ته و اول آخر کنکور یه دونه آزمون 4 ساعت هست، هیچی بیشتر نیست، چند صفحه برگه از تا آزمون. و این قرار نیستش که شخصیت شما رو ارزشیابی کنه یا شما رو تبدیل به انسان خوب و بدی بکنه، یا هزاران راه دیگه وجود داره که شما میتونین از اون راه موفق بشین. اصلا شاید کنکور به کارتون نیاد و من نمیگم که برای کنکور درس نخونینا، برای خیلی هم واقعا ممکنه که مفید باشه. یه نفری کاملا هدفش رو میدونه و کنکورم دقیقا همون چیزی که مثلا میرسونتش به اون هدف. ولی من فکر میکنم برای اکثر آدما خیلی راههای دیگه هم وجود داره که اگر دیدین دارین اذیت میشین بیش از حد استرابش، بدونید که خیلی راههای دیگه هم وجود داره برای موفقیت و قرار نیستش که کنکور حیاتی ترین اتفاق زندگیتون باشه یا تعیین کننده یا آیندهتون باشه. اصلا کنکور 1 سال از زندگیتونه که میگذره و میره و هزاران راه دیگه داریم و تازه وقتی از ایران میایم بیرون میفهمی که اصلا کنکور هیچ، اصلا نمیدونن کنکور چی. حالا تو بیا بگو مثلا من کنکور دادم، میدونین چی میگم؟ یعنی
یه چیز کوچیکیه که فقط مخصوص اون محیطه و تازه تو همون محیط هم اینجوری کلی مسیر هست که میتونین از اینا برین اگر اون مسیر برای شما نبود. و همیشه بدونین این مسیرها رو طراحی میکنن برای عموم جامعه که همه مثلا گیج نباشن، همه مثلا ندونن که اصلا قرار سردرگم و بیراه نباشن. ولی اگه شما مثلا فکر میکنین مسیر دیگه بهتون میخوره، خب ای ولین یعنی که شما یه مسیر جدیدی پیدا کردین یا یه مسیر خاص خودتون رو دارین که خیلی هم عالی، تازه از بقیه هم جدا میشین. شاید یه مسیر خاصی باشه که خیلی هم خفن براتون عمل بکنه. کلی دوستتون دارم، امیدوارم که در هر مسیر از زندگیتون که قدم میذارین براتون پر از اتفاقای خوب و قشنگ باشه. دوستتون دارم، زودی میبینمتون. عاشقتونم. دیدین چایمو نخوردم؟ میکروفونمو گرفتم اون بالا صدا قلوب هم نیاد که شما یه موقع ناراحت بشین.